قدوس میچرخه به دنبال یار خالی هست. حالا محمد محبی توپو تصاحب کرده، توپ اضافی تو زمین مسابقه چیکار میکنه؟ یه اشتباه و حالا گل اول برای ما به دست میاد. چه اشتباه بدی داشت رستم یتیموف. بازی حالا 1-0 میشه به نفع ایران. محمد مهدی محبی بازی رو 1-0 میکنه. حالا یه مقدار ساکت‌تر میشن هواداران تاجیکستان حاضر در ورزشگاه و بازی 1-0 شده به نفع ایران. چه اشتباه بدی داشت این دروازه‌بان با تجربه رستم یتیموف. توپ خیلی راحت از دستاش در اومد و جدا شد. اینجا هم جالب بود که توپ جمع‌کنی توپ اضافه وارد زمین مسابقه کرد ولی داور بازی رو دنبال کرد. روی این صحنه اشتباه مرگبار رو انجام داد رستم یتیموف. توپی که راحت میتونست در اختیار بگیره به این شکل از دستش در اومد و اونجا حاضر بود محمد مهدی محبی تا بتونه دروازه رو باز بکنه. 1-0 به نفع ایران.